یک سوالی که برای خودم همیشه مطرح بوده و از دلایلی بوده که من خرافات را رها کردم این بوده که گاهی مرز بین امام و الله رو با وصفایی که ما از امام میشنیدیم و با وصفایی که از الله میشنیدیم گم میکردیم که بین اینا آیا فرقی هست یا نیست. الله جل جلاله مرگ نداره، امام هم به یک معنی مرگ نداره. نگید آقا این حرف چیه، اماما میمیرن. اما مردنی که شما برای اماما قائل هستید اون از هر زندگی تر است. یعنی بلافاصله بعد از مردن اگه انگلیسی هم نمیدونستن شما به امام انگلیسی یاد میدید، همه زبانهای دوران رو یاد میگیره. یعنی مردن نیست دیگه. انسان که مرد یعنی از هوش حواس عاری شد. شما برعکس میگید پس مرگ ندارن. و این امام آخرتون که اصلا مرگ نداره به طور رسمی و قرار است که هرگز نمیره. نگید که اینم میمیره، چون که خودتون گفتید که جهان، ببینید خوب توجه کنید، شما مرگ برای امام زمان قائل نیستید، میگید اما قائل نیستید. عقایدتون به هم برخورد میکنه، شاید خودتون هم متوجه نیستید متاسفانه. شما میگید که جهان هرگز نباید یک روز از امام خالی باشه. اگه یک روز از امام خالی شد دنیا از بین میره. من وقتی که من مذهب شیعه بودم اینا خیلی شنیدم از علما، در سر کلاس درس هم گفتم، پای منبرام به ما شنیدیم. خب وقتی که امام زمان مرد یعنی دنیا از بین میره، چون که وقتی امام زمان شما گفتید که یک زن ریشتر او رو میکشه، همین که کشت، قرار است که جهان بدون امام نباشه اما دنیا از بین میره. پس امام زمان شما تا روز قیامت زنده است. حرف شما این است. با دنیا که از بین فورا قیامت میشه فورا زنده است. یعنی شما به امام زمان عمر جاویدان دادید، چه بگید چه نگید. زن ریشتر رو کشت فورا زنده شد، چون که قیامت برپا میشه. غیر از اون که شما اصلا عقیده دارید که مرگ نیست براشون، زنده و مرگشون هیچ فرق نداره. این از عقاید ثابت شماست که زنده و مرگ اونها در شنیدن و نمیدونم بقیه کارا فرق نمیکنه. تازه البته بعضی عقاید عجب غریب دیگه هم داریم که میگن بعد از اینکه مرد دیگه اونها حالا ما کار نداریم، که باز برمیگرده و رجعت داره و 50,000 سال عمر زندگی پادشاهی میکنه و حرفایی که به کمی نامعقول است که حضرت محمد صلی الله علیه و آله باز برگرده و 50,000 سال پادشاهی در دنیا کنه و حکومت کنه. چیزی مثل که نفرایی که این حدیثا رو ساختن در حالت عادی نبودن، یعنی در حالت هوش نبودن، تحت تاثیر یک مواد مخدری حتما بودن. گرنه چطور ممکنه که باز بگه حضرت علی میاد 40,000 سال حکومت میکنه دیگه؟ بس قیامت مطلب چی شد که دوباره در دنیا برمیگردن؟ رجعت یک عقیده هست که دوستان شیعه به اون معتقد هستن، خبر داشته باشید. حالا این بحث ما نیست دیگه. فرق ما داریم، بحث ما در مورد این است که فرق امام و الله چیست. شما میگید الله در همه جا هست، این عقیده رسمی شیعه است. ما که کوچیک بودیم ما رو به اینطوری یاد داده بودن که میپرسیدن الله کجاست، بعد خود شما میگفتین بگید که الله همه جا هست. خب حالا از شما بپرسیم که امام کجاست، میگید همه جا هست. میگید یا نمیگید؟ شما امام رو در تمام جاها میبینید، در هر اتاق هست، در هر اتاق هست. چرا که گفت یا امام رضا میشنوه فورا. در زیر دریا هست، در پشت، در بالای 7 آسمان هست، در هر جا هست. فرقش ما بین خدا و امام در اینجا نمیبینیم. خداییش این دوتا با هم یکی شدن. سوم، ما معتقد هستیم که یک انسان وقتی حرف میزنه باید دیگران ساکت باشن تا آدم بفهمه حرفشو. 10 نفر که حرف بزنه آدم نمیفهمه. تا اونجایی که ما تاریخ خوندیم، وفدها، گروهها که می آمدن پیش رسول الله ایمان می آوردن، میگفت یکتون جلو بیاد صحبت کنه. همشون صحبت نمیکردن، چون که نمیتونه آدم درک کنه که همه اگه بخواستن با هم حرف بزنن. اما شما معتقد شدی هستید که امامان شما حرفای همه رو میشنون، در آن واحد درک میکنن، میفهمن. قدرتی بسیار مافوق طبیعی، به زبانهای مختلف میفهمن، با صوتهای مختلف میفهمن، آروم بگه بلند بگه میفهمن، لازم نیست که تکرار کنه. این صفتی است که شما برای خدا قائل هستیم که هر جا میریم، در بحر باشیم، بالا باشیم، الله رو دست بلند میکنیم، دعا میکنیم یا الله، میدونیم که هر جا صدای ما رو میشنوه. و هو معکم اینما کنتم. این صفت الله شما آوردش، او با شماست هر جا که باشید. این صفت الله رو شما به بندهش دادید، به 11 تا دیگه از بندهاش دادید، بلکه به 13 تا دادید. حضرت محمد صلی الله علیه و آله هم به فهم نفهمید دادید زیاد. البته ایشون رو در این چیزا داخل نمی کنید، به همه چسبیدید به اماما
و به حضرت فاطمه. دیگه عقاید دیگه ای شما هست، اون رو علیم میدونید، بر هر چیز داناست. این صفت رو فقط ما برای الله میدونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الله أكبر والتهى نصبي وزالت شقوتي. الله أكبر وارتمى قلبي بباب الرحمة. الله أكبر وانتهى نصبي وزالت شقوتي. الله أكبر وارتمى قلبي بباب الرحمة. حلقت في أفق الخشوع وقد شرقت بدمعتي ونفضت عن قلبي جبالا من